دین اسلام یگانه دینی است که الله سبحانه و تعالی آن را برای بندگان نازل کرده است. از حضرت آدم علیه السلام آغاز کرده تا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمام پیغمبران به دین اسلام دعوت کردند، چون که الله سبحانه و تعالی می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، یگانه دین معتبر در نزد الله سبحانه و تعالی این دین اسلام است. و حضرت ابراهیم علیه السلام هنگامی که فرزندان خود را وصیت میکرد با یعقوب علیه السلام، آنها هم فرزندان خود را به همین نصیحت میکردند که مسلمان باشند، بر دین مبین اسلام همیشه دوام بدهند و تا دم مرگ باید مسلمان باشند. وصیت آنها همین بود. ولی بعضی از گروه ها، یهودی ها و نصرانی ها، اینها کتاب های آسمانی را گرفته تحریف کردند و به خواست خود هر چیزی که خواستند در آن کتاب ها نوشتند و به همان کتاب آسمانی که از جانب الله سبحانه و تعالی بر موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام که نازل شده بود به آن کفر ورزیدند. از همین لحاظ آنها را ما کافر به همون کتاب آسمانی که آنها برای آنها نازل شده بود، از همون خاطر آنها را ما کافر میدانیم، یا که یا یهودی ها یا نصرانی ها باشند. و یگانه دینی که تحریف نشده است و الله سبحانه و تعالی او را تا به روز قیامت نگاه می‌دارد، این دین مبین اسلام است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله سبحانه و تعالی می‌فرماید که ما این قرآن را نازل کرده ایم و ما این قرآن را حفظ میکنیم. یعنی هیچ کس امروز نمیتواند که یک حرف در قرآن کریم اضافه کند، چی برسد به یک کلمه. یعنی یک حرف اگر کسی در آیت‌های قرآنی زیاد بکند، ما به صدها هزار، ممکن به میلیون ها حافظ قرآن داریم. هرگز کسی نمیتواند که یک حرف در آن اضافه کند. این است نگهبانی الله سبحانه و تعالی از این دین و از این کتاب مقدس ما.